وای آقای دکتر، دیگه واقعا اعتماد به نفسم از دست دادم. یعنی کلا همه زندگیم به هم ریخته. چه وقتی که این احساس اومده سراغتون؟ از موقعی که یادم میاد باش مشکل داشتم. یعنی اصلا نمیتونستم برام خودمو جلوی آینه نگاه کنم. دقیقاً اولین باری که این احساس اومد سراغتون یادتون هست کی بود؟ آره، تولد 5 سالگیم بود. وقتی می‌خواستم شمع فوت کنم، بینیم سوخت. داشتم بهم کلی خندیدم. از همون موقع بود که احساس کردم یه چیزی توم شکست. دیگه اعتماد به نفسم نداشتم. چرا نگاه مثبت نداشته باشیم؟ شما نکات مثبت خیلی زیادی دارین. این که بینی شما بزرگه اصلا مشکلی نیست. بهش فکر نکنید. در عوض من مطمئنم که شما تحصیلات بالایی دارید. ندارم. ندارین؟ خب اصلا مهم نیست. عوضش من فکر میکنم که شما اخلاق خیلی خوبی دارین. وای ممنون. به هر حال این چیزا نباید زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده. خیلی هستن که از شما خیلی زشت‌ترن. نه منظورم اینه که دماغ زشتری دارن و دارن زندگیشون رو میکنن و آدم‌های موفقی هستند. آدم‌های بزرگ با دماغ‌های بزرگ. مثلا آدم‌های بزرگی که حتی اسمشون در تاریخ هم اومده همین مشکل شما رو دارن. ارسطو، افلاطون، اینشتین، هر کدومشون یه وجب دماغ دارن. حتی کار به جایی رسیده که چندین و چند تحقیق در مورد رابطه دماغ بزرگ با هوش انجام دادن. چقدر جالب. ربطی هم برام داشتن؟ نه نداشتن. به هر حال اینها آدم‌هایی بودن که اعتماد به نفسشون از دست ندادن و دست از زندگی نکشیدن. وای آقای دکتر، من اصلا فکر نمی‌کردم که بخوام دکترا اینجوری باشن. واقعا انتظار اینجور صحبت‌های خوب و تاثیرگذار از دکترای زیبایی نداشتم. می‌کنم نظر لطفش. چیزی شده؟ فرمودید دکترای زیبایی؟ بله.